نعمت پیامبر از تمام نعمتها بالاست که رسول اکرم میفرماید لا یؤمن احدکم، هیچ یکی از شما مؤمن نیست حتی اکون، تا اینکه من باشم نزد او احب الیه، دوست داشته تر من والده و ولده و الناس اجمعین، تا که از پدرش، تا که از فرزندش، تا که از تمام مردم. ای مسلمان ها، اگر پیامبر از ما در نزد ما از پدرهایمان، از فرزندان شیرین رویمان و از تمام خیش و اقوام و اقارب و دوستایمان بالاتر نباشد، ما مؤمن نیستیم. ما والله مؤمن نیستیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبر بگو برای خریستیان ها، برای جهود ها، برای مؤمن ها، برای بت پرستان، برای مشرکین، برای کافر و مسلمان، برای جهان بشر، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر شما من پیامبر را دوست دارید، اگر شما میخواهید خدا شما را دوست دارد، اگر شما میخواهید ارتباط شما با خداوند محکم شود، اگر میخواهید شما خدا را دوست دارید و خدا شما را دوست دارد، اگر میخواهید خداوند از شما راضی باشد، قل ان کنتم تحبون الله. ای مردم، ای یهودی ها، ای خریستیان ها، ای انسان هایی که امروز در روی زمینید، هر کدام شما، چه مسلمان و چه کافر، چه مسلمان و چه زرتشت، چه مسلمان و چه یهود، چه مسلمان و چه نصرانی، اگر ارتباط با خداوند میخواهید، والله قسم امروز از منبر پیامبر سوگند میخورم، بدون پیامبر خدا را نخواهی یافت. حضرت عمر بن خطاب در یکی از شهرها می رفتند. یک درویش خدا پرست خریستیان، یک پاپ پیر از داخل سنگ ها بیرون شد، از قاط کوه، رنگ ها زرد، کمر خمیده، از بس که خدا را عبادت کرده است. ببین، از بس که خدا را عبادت کرده است، 70 سال عمر در ذکر خدا، در یاد خدا، در عبادت خدا، در طرق سنگهای کوه، یک زاهد، یک رهبان، یک صوفی مسیحی، یک درویش. یک ساعت نشستن در مسجد ذکر کردن حوصله نداره، ولی آن شخص تمام عمر را به ذکر در طرق کوه ها گذراند. ولی که عمر بن خطاب امیر المؤمنین وقتی آن درویش را دید، اشکاش ریخت، گفت وای بر حالت، عمرت را بیفایده گذراندی. تو که 70 سال عبادت کردی، اگر 70 سال دیگر هم خداوند برای تو عمر دهد و بیشتر از این خدا را عبادت کنی، قبول نیست. چرا که تو محمد را قبول نداری؟ چرا که تو محمد را به عنوان آخرین پیامبر قبول نداری؟ کسی که به محمد صلی الله علیه و سلم اندکترین شک دارد که او پیامبر نیست، او کافر است. اندکترین شک. حالا کجا که او را صورتش مسخره کنند و ادعای اهل کتاب، ما اهل کتابیم، ما دوستان خداییم، ما معبد داریم، ما مردم را به سوی صلح میخوانیم،